سلام بچه امیدوارم حالتون خوب باشه. من ادیب وفا فلاحپور هستم، طلای دوره 23. امروز میخوایم مرحله اول دوره 16 تا 23 رو به صورت حالا موضوعی بررسی کنیم. سوالات درس گیاهی رو الان میخوایم بررسی کنیم، ببینیم که هر سوال دقیقاً حالا چه دانشی رو نیاز داشته، چه کتابی رو بهتر بود میخوندید تا میتونستید به اون سوال پاسخ بدین. و در نهایت هم یه سری بحث‌ها رو در مورد شیوه پاسخ‌دهی به انواع سوالات حالا مباحث مختلف تو گیاهی داشته باشیم. قبل از اینکه شروع بکنیم دوستم چند تا رفرنس گیاهی بهتون معرفی بکنم. کتاب کمپل خب مثل همیشه بخش گیاهیش خیلی مهمه، به صورت حفظی هم اون رو حتما بخونید و نکاتی که داره رو یاد بگیرید. شاید اون دانشی که نیاز دارید برای مرحله اول به صورت کامل و یکجا توی کمپل باشه. اما اگر میخواهید که یک کتاب تخصصی هم در کنار کمپل بخونید تا مطمئن بشید که مطالب گیاهی و کامل بلدید، کتاب ریون خیلی خوب میتونه باشه. بخش آناتومی ریون میتونه به شما کمک کنه که حالا اگر یه سری نکاتی هست توی کمپل که درست نفهمیدید رو باهاش جا بندازید. اگر برای مرور جامع برای مرور هر سه بخش فیزیولوژی، آناتومی و سیستماتیک گیاهی یک کتاب میخواهید که به صورت خلاصه ولی حالا جامع همه رو مورد بررسی قرار بده، کتاب علی نوری خیلی خوبه. میتونید قبل از مرحله 2 یا مرحله 1 یه بار مطالعهش بکنید و مطالب گیاهی رو مرور کنید. اگر هم یک کتابی میخواید که باشه یک مرور خیلی کوچیک و سریع انجام بدید، مثلا در حد یک روز، میتونید از کتاب اله علوی استفاده بکنید. یک کتابیه که خب همه مطالب مورد نیاز رو سعی کرده به صورت خلاصه پوشش بده و به صورت یک مرور میتونه خیلی مفید واقع بشه. برای بحث سیستماتیک گیاهی تو ویدیو سیستماتیک بهش میپردازیم، ولی برای بحث مربوط به فیزیولوژی گیاهی کتاب تایز و زایگر پیشنهاد میشه. فصل 7 8 9 که در مورد فتوسنتز هست رو حتما بخونید. خیلی مطالب جالبی داره و همینطور میتونه به شما کمک کنه که این درس رو بهتر یاد بگیرید. همچنین اگر حالا وقت ندارید حداقل سعی کنید فصل 9 رو، اون نمودارها و اون عکساش رو یه بار بخونید. معمولا دیده شده تو مرحله اول یا مرحله دوم اون نمودارها رو میدن و از شما توقع دارن بتونید تحلیلشون بکنید و یک سری نکات رو در موردشون بلد باشید. اگر مبحثی بود توی خود گیاهی کمپل که مشکل داشتید، میتونید به تایزوزایی رجوع کنید و حالا به صورت خیلی خلاصه بخشیش رو بخونید. مثلا ممکنه بحث مربوط به پتانسیل آب رو خیلی مشکل داشته باشید، میتونید این بحث رو از یکی از فصلهای تایز بخونید و حالا شاید به شما کمک بکنه که بهتر مطلب رو یاد بگیرید. اما به صورت کلی واقعا جز بر فصل 7 و 8 و 9 بقیه بخشای تایز و زایگر نیازی نیست و بیشتر میشه گفت حالا اگر علاقه دارید یا حس کردید یه واقعا مشکل دارید تو اون بحث بتونید سراغش برید. شروع میکنیم با مرحله اول دوره 16. اولین سوالش یک سوال خیلی ساده و حفظی در مورد موادی که تو شیره خام و تو شیره پرورده وجود دارن. این رو حتما بلد باشید حالا به صورت حفظی که دقیقاً تفاوت این دو نوع شیره چیه. میبینید که این سوال خیلی سوال ساده ای بوده و میشه به راحتی بهش پاسخ داد. این نکته رو در نظر داشته باشید که اینجور سوالایی که خیلی کوتاهن و خیلی حفظی هستن ممکنه احتمال بی‌دقتی توشون بالا بره. موقعی که حل میکنید خیلی سریع حلش بکنید و برید جلو و یه بی‌دقتی انجام بدید. برای همین پیشنهاد میکنم که بعد از حل اینجور سوالات یه دور زمان بذارید و یه دور دیگه سوال رو چکش بکنید که اگر اشتباه کردید متوجهش بشید. سوال 5 در مورد هورمون‌های گیاهی، هورمون آبسیلیک اسید. می‌بینید که اون مطالبی که توی کمپل هست در مورد این هورمون کفایت میکنه برای جواب دادن به این سوال و هورمون‌های گیاهی خیلی سوالات زیادی تو مرحله اول‌ها داشتن. ما به جزئیات در موردشون توضیح خواهیم داد تو مرحله اول‌های بعدی. سوال ششم در مورد انواع ساختارهای رویشی متفاوتیه که هست و می‌بینید که مثلا ساختاری مثل غده، ریزوم و غیره خیلی مهمه که بلد باشید دقیقاً هر کدوم از اینا چی ان، چه شکلی هستن، ساختارشون چه ویژگی هایی داره و یکی دو تا مثال حالا تیپیک براشون بلد باشید که توی فصل 35 کمپل همون اوایلش به اینها میپردازه. اما اگر خواستید که حالا به صورت یه ذره جزئی تر بررسیش کنید، اله علوی هم همون اوایل اینها رو میگه یه دور و خیلی کمک میکنه که در نهایت اینها رو بتونید قشنگ یاد بگیرید. توقع داشته باشید که از این جور مبحث‌ها سوالات حفظی بیاد و خیلی نمیشه مثلا از این جور ساختارهای رویشی سوال تحلیلی داد. سوال 14 در مورد سازوکارهاست. یک جوری میشه گفت اومده ترکیبی از تکامل و گیاهی ایجاد کرده. خیلی از این جور سوالات تو مرحله اول شروع کرده زیاد شدن که شما بخواید تشخیص بدید که چه سازگاری‌های تکاملی توی گیاه اومده و این سازگاری‌ها برای مقابله با چه مشکلاتی بودن که تو محیط اون گیاه وجود داشته. این سوالات معمولا توی کمپل حالا بخشایی که به عنوان تکامل مشخص میکنه توی فصل‌ها
بهشون پرداخته میشه، ولی خب لیست جسته گریخته‌ای هست و عملا سوالاتی هستن که میتونید با تحلیل هم بهشون پاسخ بدید. لزومی نداره که حتما حفظی با اینها برخورد بکنید. اما اگر حالا نیاز داشتید که با اینجور سوالات بیشتر سر و پنجه نرم کنید، مشکل حالا تو زمینه تکامل شاید مشکل داشته باشید، یادگیری بهتر مطالب تکاملی هم میتونه کمک کنه که اینجور سوالات گیاهی رو بهتر پاسخ بدید. سوال 15 در مورد یک نموداری که خب خیلی زیاد تکرار شده تو مرحله اولها. حتما بلد باشید که این نمودار هر بخشش دقیقا متعلق به چه نوع فصل و حالا آب و هوای مربوط بهشه. این نمودار رو میتونید توی تایز و زایگر هم پیداش بکنید، ولی بهتره به جای اینکه با اینجور سوالات به شکل حفظی برخورد بکنید، سر جلسه تحلیل بکنید، سعی کنید با اینجور سوالات تحلیلتون رو قوی کنید، چون معمولا اینجور سوالات از رفرنس خاصی ممکنه طرح نشن و صرفا طراح بر اساس اون تفکری که داره بخواد اینها رو رسم کنه و از شما سوال بپرسه و معمولا اینجور چیزها توی رفرنس ها نیستن و بهتره که حالا اگر تحلیلتون رو قوی بکنید بتونید راحت‌تر به این سوالات پاسخ بدید. آخرین سوال گیاهی دوره 16 سوال 28 شه که می‌بینید در مورد چوبی شدن دیواره ها تو حالا انواع تراکید سوال پرسیده. نکته که مهمه اینه که این معمولا به صورت حفظی اومده، حالا اینجا ممکنه وسل ها رو مورد بررسی قرار بده یا تراکید رو مورد بررسی قرار بده. اینکه چه دقیقاً هر کدوم از این نوع چوبی شدن ها تو چه بافتایی ممکنه دیده بشه خیلی مهمه. در نهایت هم اینکه چه نوع لان هایی باهاشون همراهن هم معمولا ازش سوال میاد. با دانش کمپل میشد به این سوال به راحتی پاسخ داد، ولی اگر الهه علوی هم بخونید توی یه سری بخشاش به این میپردازه و به شما کمک میکنه که بتونید حتی بیشتر در مورد این مبحث دانش کسب بکنید. سوالات مرحله اول دوره 16 به پایان رسید. وارد سوالات مرحله دوره 17 میشیم تو زمینه گیاهی. سوال اولش یک سوال در مورد تولید مثل گیاهی. مهمترین بخشش که الان دارید میبینید اینه که ما دقیقا این چرخه رو بلد باشیم. یک عکسی داره کمپل که خیلی کامل و با جزئیات میپردازه که دقیقا توی تولید مثل گیاهان نهاندانه چه اتفاقی میفته، مثلا اینکه هسته رویشی و زایشی چه کار میکنن و بخشای مختلفی که دخیل هستن توی این قضیه. همچنین عدد پلویدی بافت‌های مختلف مهمه، مثلا عدد پلویدی اندوسپرم، عدد پلویدی هسته‌های رویشی و زایشی و غیره که خود کمبل اون عکس مشخص کرده و حتما اینها رو حفظ باشید. سوال 4 در مورد هورمون‌های گیاهی بیان شده. حالا شاید چیزی که بیشتر به ذهن بیاد اینه که معمولا همین 5 تا هورمون هستن که در موردشون سوالات حفظی طرح میشه. دلیلش هم به خاطر اینه که تو کتب دبیرستان که حالا به عنوان منبع و رفرنس اصلی المپیاد زیست شناسی حساب میشن، این 5 تا هستن که فقط ازشون نام برده شده و به همین دلیل این 5 تا هستن که تو مرحله 1 و مرحله 2 ازشون سوال میاد. اما ممکنه که مثلا در قالب یک سوال تحلیل داده یا آزمایش یک هورمون دیگه رو به شما معرفی کنن و صرفا توقع داشته باشن که شما با تحلیل داده های اون آزمایش بخواید پی ببرید که این هورمون جدید مثلا چه کار میکنه. و به همین دلیل من پیشنهاد میکنم که حالا هورمون های دیگری رو هم که کمپل بیان میکنه مثل براسین و استروئیدها و غیره بلد باشید. یک جدولی داره کمپل که توی اون به صورت خیلی خلاصه عملکرد این هورمون ها رو توضیح میده. از هورمون های گیاهی بعد این چیزها رو بلد باشید که اولا بدونید چه عملکردهایی دارن، مثلا آبسیلیک اسید باعث بسته شدن روزنه میشه، اینجور عملکردها رو بلد باشید. عملکردهای اختصاصی هر کدوم رو هم بلد باشید. مثلا تو زمینه تحریک رویش دانه ما همیشه میدونیم ژیبرلین مهمترین نقش رو داره. همینطور بدونید حالا ساختار اینها به صورت کلی چه شکلیه، مثلا اتیلن یک گازه و چه فرمول ساختاری دارن و از چه موادی مشتق میشن. در نهایت جایی که تولید میشن توی گیاه و شیوهی که انتقال پیدا میکنن توی گیاه تا به بافت‌های مختلف برسن رو هم بلد باشید. کفایت میکنه تا بتونید سوالات هورمون‌های گیاهی رو پاسخ بدید. و در نهایت حالا آخرین چیزی که در موردشون میخوام بگم اینه که این هورمون‌ها رو به صورت مستقل از هم بررسی نکنید، چون خیلی از عملکردهایی هست که به صورت مشترک انجام میدن. مثلا توی زمینه حالا چیرگی رأسی شما میبینید که چند تا از هورمون‌ها تحریکش میکنن، چند تا مهارش میکنن. سعی کنید اینجور بخش‌هایی که حالا به صورت گروهی هورمون‌ها توش عمل میکنن رو تو ذهنتون داشته باشید که مثلا رویش دانه این هورمون تحریک میکنه، این هورمون تحریک نمیکنه، این هورمون مهار میکنه. و اینطوری اگر حفظ کنید ممکنه حالا اون سوالاتی که از گروه هورمون ها بیان میشه بتونید به راحتی پاسخ بدید. سوال 7 در مورد مکانیزم باز شدن روزنه است که خیلی مکانیزم ساده ایه، توی کمپل هم وجود داره و بهش پرداخته.
اما حالا اگر خواستید تو کتاب ریون با جزئیات بیشتری هم مورد بررسی قرارش داده که بتونید یک کامل بلد باشید. تا همین حدی که سوال 7 در موردش سوال پرسیده کافیه و دیگه به حالا مسیر سیگنالینگ دقیقی که توی اون سلولهای نگهبان روزنه میفته و باعث باز شدن روزنه میشه ما واقعا توی المپیاد کاری نداریم. سوال 10 یک سوال واقعا حفظیه که حالا در مورد یک گونه گندم نان بیان کرده. مطالب این گونه توی کمپل پخش هست، یه بخشش تو سیستماتیکشه، یه بخشش توی خود بحث گیاهیشه، ولی به صورت کلی سوالی نیست که دقیقاً این گندم نان رو مثلا شما توی کتاب دیگه ببینید که همین ویژگی‌ها رو با هم کنار هم بگه و اینجور مطالب رو معمولا توی کمپل بیان میکنه که این از حالا اون از باعث میشه که ما بخوایم واقعا بگیم چقدر کمپل مهمه که مثلا توی گندم نانی که حالا به صورت حفظی چند جا در موردش صحبت میکنه در حد به سوال به عنوان یه سوال حفظی این شکلی بیان بشه. سوال 13 در مورد تفاوت پروکامبیوم و کامبیوم آوندیه. به صورت کلی رشد اولیه و ثانویه و حالا مریستم ها خیلی مهم هستن تو زمینه گیاهی. حتما بلد باشید کامل چیزی که کمپل در فصل 35 در موردشون بیان میکنه رو. و اگر حالا مشکلی داشتید تو این زمینه و خواستید حالا دقیق تر هم برید، ریون هم خیلی فصل رشد اولیش و فصل رشد ثانویش خوبه که باعث شد شما کامل این مطالب رو یاد بگیرید و هر سوالی در مورد رشد اولیه و ثانویه اومد به همراه سوالی که در مورد حالا انواع مریستم ها بیان میشه رو پاسخ بدید. سوال 14 در مورد انتقال آب و مواد معدنی در گیاه از خاک تا حالا آبندهای چوبی. این هم توی کمپل یک عکسی داره که این چند تا مسیر رو مورد بررسی قرار میده. اون عکس رو حتما با جزئیات بررسیش کنید، ببینید دقیقاً چه اتفاقی میفته توی هر مسیر، چون چیزی هست که معمولا ازش سوال زیاد میاد. توی ریون هم خیلی جزئیات بیشتری در موردشون میگه و دیگه اگر میخواید واقعا ریزترین بخشاش رو بلد باشید توی کتاب تایزو زایگره و یه واقعا در حد همون کمپل میشه گفت کفایت میکنه. سوال 17 در مورد تفاوت پلاسمودسم و لانه. توی کمپل خیلی حالا جایی نیست که دقیقاً بخواد پلاسمودسم و لان رو با هم مقایسه کنه و تفاوتاشون رو بگه. برای همین مطالب پلاسمودسم و لان رو باید شما از جاهای مختلف بلد باشید و صرفاً تو این سوال با تحلیل به تفاوتاشون پی ببرید. اما اگر خواستید که حالا یک منبعی که جامع و کامل پلاسمودسم و لان رو بحث کنه، تفاوتاشون رو بگه و روی این حالا نقطه ضعف خیلی از بچه‌ها تو زمینه گیاهی که این دوتا مبحث هستن دست بذاره، کتاب علی نوری رو من پیشنهاد میکنم. خیلی با جزئیات میگه که دقیقاً پلاسمودسم چیه، لان چیه و تفاوت‌هاشون چیان. و لان ها هم مثلا مرحله 2 پارسال هم اگر دیدید لان در موردش سوال اومده بود که هنوز نشون میده این مباحث خیلی مباحث اهمیت هستن توی زمینه گیاهی در مرحله اول و مرحله دوم. سوال 20 و 21 در مورد چرخه نیتروژن. کمپل یک عکسی داره که خیلی کامل با جزئیات این چرخه رو میگه. شما باید حفظ باشید که دقیقاً چه نوع باکتری هایی دخیل هستن، مثلا باکتری شوره‌گذار دخیلن، چه کار میکنن اینها و چه موادی رو به چه موادی تبدیل میکنن و حالا نکات ریزتری که این مواد هر کدوم سرنوشتشون چیه و از مثلا گیاه میتونه جذبشون بکنه یا نه. اگر اون عکس رو به صورت کامل بلد باشید خیلی راحت میتونید به این دو تا سوال دوره 17 پاسخ بدید و به نظرم نیازی نیست که بخواید این چرخه نیتروژن رو از جای دیگه حالا بخونید تا بتونید به صورت ریزتر یادش بگیرید. سوال 26 در مورد مریستم رأسیه. میبینید که مریستم و حالا رشد اولیه و ثانویه واقعا اهمیت بالایی داره تو مرحله اول و مرحله دوم. اینکه بخوایم بلد باشیم دقیقاً مریستم رأسی جزئی از کدوم از اینا حساب میشه، با یک دانش پایه‌ای در مورد هر کدوم از اینها و مریستم رأسی میشه واقعا پاسخ داد که توی کمپل هستش. اما من بازم پیشنهاد میکنم که حالا بحثی مثل مریستم و رشد اولیه ثانویه که یک ذره نسبت به بقیه مباحث گیاهی اهمیتش بالاتره رو توی ریون مطالعه بکنید که یه مطمئن بشید که از این مبحث هیچ مشکلی ندارید. خب سوالات گیاهی مرحله اول دوره 17 به پایان رسید. وارد مرحله اول دوره 18 میشیم. اولین سوال گیاهی یک سوال خیلی ساده کوتاه. گفتم اینجور سوالات رو حتما یه دور چک بکنید، خیلی احتمالش بالایی که توش بی‌دقتی بکنید، ولی خب میدونید که واقعا سوال خیلی ساده ای هست، نکته خاصی و نیاز اصلا نداره برای بلد بودنش و همون کمپل برای شما کاملا کافیه. سوال 8 یک سوال ترکیبی از هورمون‌های گیاهی و مقطع ارزیه. در مورد هورمون‌های گیاهی همونطور که می‌بینید دوباره اکسین و آبزیلیک اسید اومدن، همون دوتا از 5 تا هورمون تیپیک گیاهی. اون 5 تا هورمون تیپیک رو با جزئیات کامل بلد باشید.
هم آزمایشاتی که کمپل در موردشون صحبت میکنه که منجر به کشفشون شد و هم حالا همه عملکردهایی که دارن رو به صورت ریز بلد باشید. اما بقیه هورمون‌هایی که کمپل میگه رو صرفا یک آشنایی کلی باهاش داشته باشید و عملکردهای حالا اصطلاحاً مهمتری که دارن که اگر یک وقت به صورت یک سوال تحلیل ازشون سوال اومد که شما با تحلیل نتایج آزمایش بخواید ویژگی‌هاشون رو پیدا کنید، بلد بودن یه سری نکات حفظی در موردشون میتونه کمک کنه به شما تا راحت‌تر اون سوال رو در زمان کمتری حل بکنید. در مورد سوالات مقطع ارزی، معمولاً مقطع هر ارزی که میان توی حالا المپیاد یا به این شکل هستن که شما بخواید تشخیص بدین اون مقطع متعلق به مثلا ساقه است، ریشه است، مال چه نوع گیاهی، نهاندانه است یا بازدانه یا مثلا دولپه است اگر نهاندانه است یا تکلپه، و اینکه در نهایت حالا ساختارهای مختلف که توش هست رو بتونید تشخیص بدید، مثلا این زایلمه، این فلوئمه. برای اینکه بتونید به این سوالات پاسخ بدید، خوندن و مطالعه اون مقطع‌های ارزی که کمپل داره خیلی مفیده. معمولا همه اون مقطعی که نیاز دارید رو کمپل خودش داره، اما ریون رو هم حتما یک دور عکس‌های مقطع ارزیش رو نگاه بکنید، اونها میتونن خیلی مفید واقع بشن. اگر دنبال یک منبع حالا هستی که بتونید باش مقطع ارزی رو با احتمال بیشتری پاسخ بدید، من گوگل رو پیشنهاد میکنم. میتونید توی گوگل سرچ بکنید، مثلا دنبال مقطع ارزی ساقه دولپه هستید، به انگلیسی سرچ میکنید دیکوت یعنی حالا دولپه، استم یعنی ساقه و کراس سکشن یعنی مقطع ارزی، و به این ترتیب برای شما یک سری عکس‌های مقطع ارزی ساقه دولپه رو میاره که میتونید با دیدن انواعشون به این نتیجه برسید که دقیقاً مثلا ساقه دولپه چه مقطع ارزی خواهد داشت. مثلا این مقطعی که اینجا هم سوال اومده مقطع ارزی ریشه دولپه است. اگر هم خواستید که حالا برای نوع سوالات دوم آماده بشید که مثلا بخش‌های مختلف رو تشخیص بدید، مثل این چیزی که الان اینجا می‌بینیم که مثلا گفته A B C D E رو تو باید تشخیص بدی که کدومشون زایلمه، کدوم مثلا متازایلمه، کدوم پروتوزایلمه و غیره، میتونید در کنار اون چیزی که سرچ کردید کلمه لیبل یعنی نامگذاری شده رو هم سرچ کنید. عکسایی که برای شما میاره بیشترشون اون وقت لیبل شده، نامگذاری شدن، که مثلا یه همچین عکسی به شما میده ولی دیگه به جای A B C D E خودش مشخص کرده که دقیقاً هر کدوم از این جایی که فلش گذاری شدن چی هن. در نهایت مقطع ارزی یک سری جاهایی هم هست که حالا شاید کمتر باش مواجه بشید، مثل مقطع ارزی گل، مقطع ارزی دانه، مقطع ارزی میوه. اینها رو هم که بدونید تو ذهنتون داشته باشید که دقیقاً چطوریان کفایت میکنه و بخشای مختلفش شاید خیلی زیاد باشن که باعث شما گیج بشین. اما مقطع ارزی رو اگر خواستید باز هم حالا ریزتر بررسیش بکنید، میتونید یک سری کتابی هست که در مورد مقطع ارزی هستش، میتونید اون سری کتاب ها رو حالا پیدا بکنید و اونها به صورت خیلی ریز و جزئی پاسخ میدن به سوالات شما. مثلا یه عکسی رو میاره و یک صفحه صرفا توضیح میده دقیقاً این عکس چیه و تک تک بخشاش رو برای شما نامگذاری میکنه. سوال سنجا در مورد فتوسنتز بیان شده. حالا فتوسنتز توی جلبک که عملا میدونیم خیلی شبیه به فتوسنتزی که توی گیاهانه. حتما چرخه کالوین رو بلد باشید که دقیقاً چه اتفاقی توش میفته. توی هر مرحله ما چه سوبستراها و چه محصولاتی داریم و در نهایت سرنوشت هر کدوم از این موادی که الان اینجا هست چیه. این خیلی به شما کمک میکنه که با اینجور سوالات حفظی با سرعت برخورد بکنید. و در کنار حالا چرخه کالوین بخش واکنش های نوری رو هم در نظر داشته باشید که دقیقاً توشون چه اتفاقاتی میفته. این خیلی به شما کمک میکنه که سوالات فتوسنتز رو بتونید با احتمال خوبی پاسخ بدید، چون معمولا سوالاتی نیستن که بخواد حالا دانش خیلی خفن‌تر و فراتر از سطح کمپل داشته باشه. سوال 14 در مورد تفاوت دیوار اولیه و ثانویه است. اینکه دقیقاً دیوار اولیه و ثانویه چی هستند، توسط چه مولکول‌هایی تشکیل میشن، هر کدوم چه بخشایی دارن، خیلی مهمه. اینها توی کمپل بهشون پرداخته شده. حالا یه بخشش تو بخش مربوط به سلولی کمپل که میگه چطورین، اما اکثرش رو تو خود حالا بحث مربوط به سلول گیاهی توی اوایل فصل 35 بیان میکنه. اگر خواستید که یک منبع تخصصی تری رو تو این زمینه مطالعه کنید، ریون خیلی مناسب اینها رو گفته و حالا الهه علوی هم تا حدی به جزئیاتشون پرداخته. آخرین سوال گیاهی مرحله اول دوره 18 این سوال 40 هستش، در مورد بحث مربوط به گرهک و حالا اون رابطه همیاری که هست با باکتری های ریزوبیوم. این در یک کمپل یه عکسی هست که نشون میده دقیقاً چه شکلی صورت میگیره، از همون اول که با باکتری ریشه مواجه میشه تا تشکیل کامل گرهک. اون عکس رو حتما بلد باشید که دقیقاً چطوری این پروسه اتفاق میفتن، مراحل مختلف که منجر به تشکیل گرهک میشن رو بلد باشین، گیاهانی که گرهک تشکیل میدن.
و در نهایت برید تو اینترنت سرچ بکنید حالا مقطع‌های ارزی مقطع ارزی همین گرهک رو ببینید که حالا با ریزوبیوم وجود داره توش و اینطوری به شما کمک میکنه که اگر یک زمانی سوال اومد در مورد مقطع ارزی گرهک بتونید آشنا باشید و بتونید به راحتی بهش پاسخ بدید. سوالات مرحله اول دوره 18 به پایان رسید تو زمینه گیاهی. وارد مرحله اول دوره 19 میشیم. اینجا سوال 15 اولین سوالشه که در مورد فتوسنتز و فتوسنتز کم به صورت حالا کلی سوال داده که شما بخواید در نظر داشته باشید که این دقیقاً چه کار میکنه. هر سه نوع فتوسنتز تو فصل 10 کمپل بعد از اینکه حالا واکنش ها رو بررسی میکنه به صورت جزئی در موردشون صحبت شده و حتما اون تیکه رو بلد باشید. ولی با توجه به اینکه سوالات فتوسنتز در مورد این سه نوع گیاه توی مرحله اول مرحله دوم معمولا یک ذره سطحشون بالاتر نسبت به کمپل، پیشنهاد میکنم تایزو زایگر اون سه فصل مربوط به فتوسنتز رو هم بخونید. مخصوصا توی فصل 9 یک سری نمودارهایی رو داره که خیلی کمک میکنه به شما تفاوت‌های این سه نوع فتوسنتز رو درک بکنید و من پیشنهاد که دارم اگر فتوسنتز رو تو فصل 7 8 9 تایزو زایگر میخونید خیلی دخیل جزئیاتش نشید. مثلا ممکنه خیلی جزئیات تنظیمی بیشتری رو بگه تو چرخه کالوین که توی حالا کمپل نیست. بیشتر تمرکزتون رو نکات کلی بذارید که تایز میگه و همینطور اون بحث مربوط به تحلیلی که میشه با یکی از مباحثی که میگه کرد و اون بحث‌های حفظی تر و خیلی جزئی تر در مورد مثلا نور و غیره را خیلی بهش توجه نکنید. سوال 17 و 18 در مورد هورمون‌های گیاهی هم دوباره می‌بینید که چقدر هورمون‌های گیاهی واقعا سوال دارن تو مرحله اول‌ها، چقدر مبحث مهمی حساب میشن. سوال 17 یک سوال خیلی کلیه در مورد هورمون‌های گیاهی که شما باید تشخیص بدین، اما سوال 18 به صورت جزئی تر اومده اکسین را مورد بررسی قرار داده. این تک تک نکاتی که حالا ممکنه شاید سوال بیاد ازش، مثلا آیا اثر مثبت بر نمو میوه داره یا نه، اینها توی کمپل هستش توی همون جدولی که بحثش رو کردیم که میاد به صورت جزئی بررسی میکنه همه ویژگی هاشون رو. حتما اون جدول رو حفظ باشید. برای حفظ کردن اون جدول هم سعی نکنید که صرفا حالا مثلا اکسین رو ببینید جلوش ویژگیاشو ببینید چندین بار بخونیدش تا به تو ذهنتون، بلکه بیشتر سعی کنید حالا حتی تحلیلی بررسی کنید. مثلا اون آزمایشی که در مورد حالا اکسین انجام شد اوایل تا بفهمن اکسین نقش مستقیمی داره بر رشد طولی ساقه و اون رو تو ذهن داشته باشید کمک میکنه که اگر یک سوال اومد مثلا بگید آره اثر مثبت بر افزایش طول ساقه مال اکسین بود، چون به اون صورت حفظ کردن باعث میشه که شما قاطی بکنید این مطالب رو و حتی ممکنه درست یادتون هم نیاد سر جلسه، ولی اینکه ارتباطش بدیم با یه سری آزمایش، با یه سری مفاهیم، با یه سری ارتباطات حالا مثلا با بقیه هورمون‌ها حتی کمک میکنه که بتونید این سوالات رو با احتمال بالاتری صحیح پاسخ بدید. سوال 21 یک سوال مقطع ارزی دوباره. اینجور سوالات رو اگر حالا نتونستید دقیقاً تشخیص بدید مقطع ارزی رو در همون موقعی که دیدید عکس رو، از گزاره هم کمک بگیرید. معمولا گزاره ها خیلی کمک میکنن به شما که بتونید حالا در مورد مقطع ارزی دانش کسب کنید، چون مثلا اگر یه مقطعی دیدید نشناختید ولی تو گزاره در مورد سرعکس حرف زده بود، شاید به شما کمک کنه که آره این مقطع ارزی متعلق به سرعکسه و دیدتون رو به اون سمت ببرید. ممکن هم هست که نه مثلا همینجا در مورد سلول مریستمی صحبت کنه، شما ببینید که آره پس من باید دنبال یک کامبیومی چیزی بگردم اون دور و بر که به شما کمک میکنه مثلا این مریستمی که اینجا هست رو تشخیص بدید. خب سوالات مرحله اول دوره 19 تو زمینه گیاهی به پایان میرسه. وارد مرحله اول دوره 20 میشیم. از مرحله دوره 20 یک ذره مرحله اول شروع میکنه تغییر کردن، حالا تحلیلی تر شدن، که این رویه تو دوره 21 و 22 بیشتر میشه و دوره 23 دیگه به اوج خودش میرسه. سوال 4 در مورد دوباره هورمون های گیاهیه و میبینید که در مورد رویش سریع دانه ها و هورمون هایی که دخیل هستن صحبت کرده که این با دانش کمپل به راحتی قابل جواب دادن. سوال 9 در مورد متابولیسم نیتروژن و متابولیسم کربن، حالا تضادهایی که با هم دارنه. سوالی هست که بشه با تحلیل بهش پاسخ داد، ولی در کل یک مطلبیه که حالا در موردش مطالعه بکنید که دقیقاً متابولیسم نیتروژن و متابولیسم کربن چه اثراتی رو هم دارن. توی کتاب تایزو زایگر در موردشون صحبت میکنه که از اونجا میتونید کمک بگیرید. توی ریون هم یه سری نکاتی در موردش میگه که اونها خیلی کمک میکرد شما بتونید این سوال رو به راحتی حل بکنید. سوال 10 در مورد اون مدل ABC ایجاد حلقه‌های مختلف گله. این هم از اون دسته مطالبیه که خیلی سوال ازش میاد و خیلی مطلب مهمی هست. حتما بلد باشید که دقیقاً این مدل چه شکلی عمل میکنه،
چطوری حالا توضیح میده حلقه‌های مختلف گل ایجاد شدن و در نهایت هم اینکه اگر مثلا ژن بی جهش پیدا کرد سرنوشت گل نهایی به چه شکله، که اینها توی کمپل آخر فصل 35 بهشون پرداخته. ولی اگر میخواید حالا یه ذره جزئی‌تر بررسی کنید و در مورد ژن‌های مثل دی و ای که دخیل هستن هم دانش به دست بیارید، توی کتاب ریون خیلی جزئی تر حالا این ژن‌ها رو بیان میکنه و در مورد این مدل صحبت میکنه. سوال 11 یک سوال تحلیلی حساب میشه که شما با دیدن حالا نمودارها و یک تفکری در مورد که سوال از شما چی میخواد بتونید این دوتا رو مرتبط کنید با هم و به جواب برسید. معمولا سوالهایی هستند که حالا شاید توی یک کتاب دقیقا نمودارش نباشه اینجور سوالات و صرفا یک تحلیل ساده بتونه به شما پاسخ بده، اما پیشنهاد میکنم برای حل اینجور سوالات حتما وقتی که دارید سوال رو میخونید بفهمید که بعد دنبال چی بگردید. مثلا آیا دنبال یک تغییرات میگردید، آیا دنبال میزان کل میگردید، آیا محور x و y دون مثلا لگاریتمی ان خطی ان. اینجور نکات ریز خیلی اثر میذارن توی حل سوال نهایی، ولی ممکن شما بی‌دقتی بکنید و اون سوال رو اشتباه بزنید. خب به پایان میرسه سوالات مرحله اول دوره 20 زمینه گیاهی. وارد مرحله اول دوره 21 میشیم. میبینید که سوال چهارم دوباره در مورد هورمون‌های گیاهی اومده، حالا به صورت مستقیم‌تر داره اون آزمایشی که منجر به کشف یکی از این هورمون‌ها شد رو مورد بررسی قرار میده. پس بلد باشید حتما که همه اون آزمایش‌هایی که تو اون فصل هورمون‌های گیاهی کمپل بهشون میپردازه که دقیقاً چطوری یه سری هورمون‌ها کشف شدن یا توسط یه سری نتایج آزمایش یه سری داده‌ها در موردشون به دست اومد، اون آزمایش‌ها رو هم اگر بلد باشید ممکنه به صورت حالا همینطوری که اینجا می‌بینید ازشون سوال بیاد و همین که به شما کمک میکنه تو زمینه حفظ کردن ویژگی‌های مختلف اون هورمون‌ها با ارتباط دادن آزمایش با اون هورمون راحت‌تر توی ذهنتون داشته باشید. سوال 5 یک سوال حالا میشه گفت ساده از آناتومی گیاهی اومده که صرفا با دانش کمپل قابل پاسخ دادنه. سوال 6 در مورد فتوسنتز اومده، اینکه شما بلد باشید دقیقاً توی اون بخش واکنش‌های نوری چه اتفاقاتی میفته، سرنوشت الکترون‌هایی که مثلا از آب میرسن چیه، یا اینکه نه مثلا سرنوشت خود اون نور چیه. حتی اینها خیلی سوالات مهمی هستن. توی کمپل میبینید که حالا یه عکسی داره که خیلی خلاصه اینها رو مورد بررسی قرار میده، اون عکس رو حتما بلد باشید. سوال 7 هم سوالیه که در مورد حالا مقطع ارضی بیان کرده و هم در مورد تفاوت بین گیاهان تک لپه و دو لپه. این سوال یه سری گزارهاش تحلیل نیاز داره، مثلا نظام آوندی تک لپه یا منجر به کاهش تراکم روزنه ها میشود. خب عملا چیزی نیست که شاید به صورت حفظی باش برخورد کنید و بعد تحلیل بکنید، ولی اون بخش حفظی مربوط به تفاوت گیاهان تک لپه و دو لپه رو توی حالا خود کمپل هم بهشون میپردازه و تا همون حد کمپل کفایت میکنه. اما اگر خواستید ریون رو هم مطالعه کنید که خب به صورت جزئی تر این تفاوت ها مورد بررسی قرار میده. سوال 37 در مورد حالا یک سوال نسبتا ترکیبی از تکامل و گیاهیه. از شما میخواد تشخیص بدین که مثلا انواع حالت گرد افشانی چه ارتباطی داشتن. این رو حتما توی کمپل مواجه شدید باهاش، انواع حالت گرد افشانی و انواع حالت میوه افشانی. حتما بلد باشید که دقیقا هر کدوم چه شکلی هن. مثلا تو انواع حالت گرد افشانی خب رنگ گل مهمه نیست یا به چه رنگی اگر مهمه، مثلا شهد هست یا نیست، بو هست یا نیست. و حالا یه عکسی هم ببینید از اون گل‌هایی که مثلا توسط زنبور گرد افشانی میشن یا توسط پروانه گرد افشانی میشن، چون هم ممکنه به صورت عکسی با اینها برخورد کنم و هم به صورت حالا متنی و حفظی. این سوال هم به راحتی قابل پاسخ دادنه اگر بلد باشی که دقیقاً انواع حالت گرد افشانی به چه شکلیه و یک استدلال ساده زمینه تکامل همراه. سوال 38 هم در مورد فتوسنتز بیان شده، در مورد فتوسنتز گیاهان C4 به صورت حالا دقیق تر که اگر مطالعه کرده باشید توی کمپل و حالا توی ریون یا توی تایزوزایر میتونید نکات خیلی بهتری هم در موردش به دست بیارید. در کل سوالیه که میشه اگر با اون نکات خیلی راحت بهش پاسخ داد. معمولا سوالات انگلیسی خود سوال خیلی سخت نیست و صرفا چیزی که سخت میکنه این انگلیسی بودنشه که حالا شما رو کند بکنه تو خوندنش یا نتونید یه سری کلمات رو درست معنیشون رو تشخیص بدید.
پس در کل سوالات انگلیسی تنها ترسی که دارن خود انگلیسی بودنشونه که اگر حالا مثلا تکست کمپل رو خونده باشید یا سوالات انگلیسی مشابه رو حل کرده باشید، دیگه اون انگلیسی هم ترسی نخواهد داشت. صرفا میتونید سوال خیلی راحت بخونیدش و بهش پاسخ بدید. همیشه این رو در نظر داشته باشید که یک سوال انگلیسی شاید اونقدر سخت نباشه و فقط انگلیسی بودن است که سختش کرده و حیف همچین سوالاتی مثلا توی مرحله اول یا مرحله دو بیاد و شما ازش بترسید و از دست بدیدش. وارد مرحله اول دوره 22 میشیم. سوالات گیاه مرحله دوره 22 یک ذره حالا سطحش نسبت به بقیه دوره‌ها بالاتر میره. سوال دوش الان میبینید که یک نمودار به شما داده. این نمودار از فصل 9 تایزه. برای همین خیلی مهمه که شما اون فصل 9 رو نمودارهاشو مطالعه بکنید. شاید بتونید حالا سر جلسه با تحلیل پاسخ بدید به این سوال، ولی اگر نمودار رو از قبل توی ذهن داشته باشید این منجر میشه که هم شما اعتماد به نفس خوبی بگیرید، چون میگین آره من این نمودار رو یادمه پس من سریع تشخیصش میدم، و همین که چون میدونید که درست دارید حلش میکنید اعتماد به نفس خوبی هم به شما میده و در عین حال زمانتون رو سیو میکنه، چون دیگه لازم نیست اونقدری فکر کنید تا بتونید به یاد بیارید حالا یا تحلیل کنید که الف و ب هر کدوم چی هست. سوال 8 در مورد گیاهان روز کوتاه و روز بلنده. برای جواب دادن به این سوال حتما در نظر داشته باشید که گیاهان روز کوتاه، روز بلند، شب کوتاه، شب بلند یا روز خنثی دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارن، تفاوتاشون با همدیگه چیه و مثال‌هایی هم از هر کدوم بلد باشید. یکی دو تا مثال که اگر به صورت حفظی سوال اومد با مثال‌ها بتونید یک دانش بیشتری هم برای اون حل دادن، برای حل کردن اون سوال داشته باشید. یک دانش جغرافیایی هم نیاز دارید که بدونید توی نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی و تو فصل‌های مختلف حالا میزان نور و میزان زمان روز و شب چه تفاوتی دارن، که این هم حالا یه دانش خیلی پایه‌ای ساده است که بلدید احتمالاً، ولی اگر خواستید بلد باشید حتما توی کمپل، تو فصل اکولوژی کمپل، همون اولین فصل اکولوژی کمپل اینها رو میگه که به شما کمک میکنه اگر بازم سوال اومد دیگه بتونید تشخیص بدید. سوال 12 یک سوال نسبتاً تحلیلیه. خب میبینید که از یه هورمون گیاهی به صورت حالا تحلیل کردن نتایج آزمایشش سوال داده. بلد بودن نقش آبسیلیک اسید خیلی کمک کننده است به حل این سوال. و مثلا میبینید که براسینو استروئید هم ازش صحبت شده، با اینکه براسینو استروئید نیست توی کتاب دبیرستان ازش سوال اومده، دلش به خاطر اینه که حالا توی یک آزمایشی در موردش صحبت کرده و اینطوری دیگه شما لازم نیست حتما به صورت حفظی این سوالا بلد میبودید و از شما توقع دارن که با تحلیل پیدا کنید براسینو استروئید چه کار میکنه. اما خب اگر حفظ میبودید از قبل تو کمپل خونده بودید براسینو استروئید دقیقاً چیه و چه کار میکنه، خیلی سریعتر و با احتمال بهتری و بیشتری حتی پاسخ میدادید به این سوال. اما میدونید که در کل این سوالات تحلیل داده تو زمینه گیاهی خیلی سخت نمیشن و مثلا سوالات سلول مولکولی هم که شاید خیلی سخت باشن تو زمینه تحلیل داده، برای همین از این سوالات اصلا نترسید. سوال 21 اومده گیاهی برای شما معرفی کرده، یه سری ویژگی‌هاش رو گفته و از شما توقع دارید سری ویژگی دیگه‌اش رو تشخیص بدید. یک سوالی که حالا تحلیلیه و ارتباط داده ها رو میسنجه، مثلا شما بتونید یک سری داده در مورد ساقه زیرزمینی رو حالا ارتباط بدید به جایی که زندگی میکنه این گیاه. سوالاتی نیستن که تو رفرنس بخواید درموردشون مطالعه بکنید. بعد از حل سوال خوب تو زمینه گیاهی آروم آروم حل کردن این سوالات رو هم میتونید خیلی راحت‌تر انجام بدید و نسبتا سوالات تحلیلی حساب میشن که ممکنه تو مرحله اولای آتی هم ازشون بیشتر بیاد. سال 24 هم داره یک مقطع ارزی رو میسنجه، حالا مقطع ارزی که شما تشخیص بدید این گیاه من دقیقاً چیه. نکته‌ای که مهمه اینه که معمولاً تفاوت بین گیاهان زروفیت، گیاهی که سمت چپه، و هایدروفیت، گیاهی که سمت راسته مهمه. اینکه حالا به خاطر اون محیطی که توش زندگی میکنن چه سازگاری هایی دارن و این سازگاری ها حالا خودشون رو تو صورت آناتومیک هم نشون میدن تو مقطع ارزیشون. حتما بلد باشید که تفاوت‌هاشون چیان، سازگاری‌هاشون چیان و یکی دو تا مقطع هم از حالات مختلفشون ببینید کمک میکنه که خیلی راحت بتونید این سوالات رو حل بکنید. به صورت کلی گفتم سوالاتی که در مورد سازگاری گیاه با محیطشن خیلی سوالات مهمی ان، چون نسبتا تحلیلی ترن نسبت به بقیه بخش‌های گیاهی و سوالاتی ان که حالا اگر شما برید سراغشون میتونید دانش خیلی خوبی هم در موردشون پیدا بکنید. مثلا سازگاری گیاهان اولیه با محیطشون، سازگاری گیاهان مثلا هایدروفیت با محیطشون و غیره، که اینجور مطالب رو حتما یک مروری بکنید حتی قبل از مرحله یک
که اگر سوال اومد سریع بتونید به صورت حفظی بنویسید یه سری ویژگی ها رو، و سوالی که حالا نسبتا تحلیلیه رو اگر به صورت حفظی باش برخورد کنید و سریع حلش کنید، اون زمان اضافه‌ای که به شما میده میتونه کمک کنه روی یک سوال تحلیلی سخت بیشتر وقت بذارید و اینطوری از دو طرف سود بکنید. مرحله اول دوره 22 هم به پایان رسید. وارد آخرین مرحله اولی میشیم که میخوایم بررسی کنیم، مرحله اول دوره 23. مرحله اول دوره 23 خب خیلی تحلیلی تر شده بود و جای سوالات حفظی کمتر بود، برای همین شاید سوالات گیاهی زیادی هم توش نداشتیم. اما اینو در نظر داشته باشید که همه سوالات گیاهی لزوما حفظی نیستن و ممکن به صورت تحلیلی هم سوال بیان بشه ازشون. پس با این دید که حالا مرحله اول رو شروع کردن تحلیلی شدن و پس امسال هم تحلیلی احتمالاً، پس گیاهی کمه و من گیاهی رو کمتر بخونم و مرور کنم نباشین. همیشه توی مرحله اول ها از مباحثی مثل گیاهی و حالا فیزیولوژی که مباحث خیلی پایه‌ای و مهمی هستن سوال میاد و با این حالا یک مرور خیلی ساده انجام بدید میتونید خیلی راحت مطالب حفظی که ازش سوال بیاد رو پاسخ بدید که جبران بکنه اون درصدهایی که شاید نگیرید از بخش مربوط به تحلیل اون سوالات. اولین سوال گیاهی بالاخره سوال 20 مرحله دوره 23 است. یک مقطع ارزی داده که حالا در مورد گیاه انگلیه. بلد باشید که گیاه انگلی اولا حالا گیاهانی که کامل انگلی و گیاهانی که نیمه انگلی چه تفاوتی با هم دارن، حالا از چه لحاظ آناتومیک مثلا چه ساختارهایی ممکنه داشته باشن و هم از لحاظ اون شکل ظاهریشون، رنگشون و غیره. در نهایت هم اینجور مقطع ها رو بیشتر میشه دید، مثلا سرچ کنید تو اینترنت برای شما میاره این مقطع ها رو که حالا بررسیشون کنید، میتونید حالا یه دانش بهتری هم به دست بیارید در مورد اون شیوه انگلی گیاهان. میبینید که خود پرسش 20 چیزی که صرفا مد نظر داده اینه که شما تشخیص بدید که این مقطع مال چه بافتیه، چه اندامیه بهتر بگیم، ساقه است یا ریشه، و در نهایت هم تک لپه، دو لپه است یا بازدانه. که گفتیم اینجور سوالات معمولا تو مقطع ارزی پرتکرارن که مثلا اگر شما سری ویژگی ها رو بلد میبودید، مثل اینکه حالا مثلا زایلم توی دو لپه ها و تک لپه یا کلا توی نهان نانگان عنصر آوندی و وسل داره و کامل استراکید نیست، مثلا میتونید بازدانه رو اینجا حذف کنید. اینکه تشخیص میدادید حالا این به صورت اصطلاحا میگم دانه تسبیح جلو هم قرار گرفته میشه کمک کنه شما دو لپه‌ای بودن رو تشخیص بدید و در نهایت هم حالا یه سری فرم کلی و بحث به انگلی به شما کمک میکرد که این متعلق به ساق است. سوال 21 یک سوال تحلیلی تو زمینه گیاهیه. این خیلی نکته مهمیه. مثلا گزاره اولش رو شما میتونید هم صورت حفظی برخورد کنید، یعنی بیای بگی خب این گیاه انگلی احتمالاً چون رسیده حالا هم از زایلم و فلم کلا تغذیه میکنه احتمالاً یه گیاه انگلی کامله و رنگش سبز نیست. اما از اون ور قضیه هم میتونید به صورت تحلیلی با اینجور سوالات هم برخورد بکنید. در هر صورت بعید نیست از اینجور سوالات تو مرحله اولتون هم زیاد داشته باشید. اینطوری با این سوالات برخورد کنید که این سوالات خیلی سخت نیست هر گزاره تحلیلش، صرفا یه نکته اگر تو ذهنتون باشه اون رو ارتباط بدین میتونین در اصل اون سوال رو حل بکنید. در از آخرین سوال گیاهی که امروز بررسیش میکنیم سوال 29 مرحله اول دوره 23. میبینید که یک سوال مقطع ارزی، دوباره هم تشخیص اینکه دقیقاً مقطع ارزی کجاست کمک کننده است و هم تشخیص اینکه ساختارهای مختلف چی هستند. اینجور سوالات رو حتما تمرین بکنید در موردشون که خیلی به دردتون میخورن. ولی جدا از این قضایی این سوال نسبتا سوال ساده ای بود که میشد حالا با مقایسه کردنش با عکس کمپل هم پی برد به این قضیه که خود اون عکس کمپل یه سری ویژگی ها داشت، همون ویژگی ها اگر ما توی عکس تشخیص بدیم میتونیم اون دو تا عکس رو به هم در اصل ربط بدیم و خب اگر یک سری چیز میدونیم در مورد اون عکس کمپل اون همون چیزا برای این قضیه هم ست میکنه و به این سوال ما پاسخ بدیم. خب سوالات گیاهی امروز که می‌خواستیم بررسی کنیم به پایان رسید. در از آخرین نکاتی که میخوام بگم اینه که درس گیاهی درس مهمیه، همیشه ازش سوال میاد تو مرحله اول و مرحله دوم. برای همین سعی کنید حالا توی این یه ماهی که دارید تا مرحله اول یک دور گیاهی کمپل رو مرور کنید یا کتاب مثل اله علوی هم یه دور بخونید که گیاهیتون کامل مرور بشه. اگر حالا مباحثی هست تو فیزیولوژی گیاهی که مثلا مشکل دارید هم اونها رو یه بار بشینید با خودتون مطالعه بکنید، حالا از یک استادی کسی بپرسید یا حتی کلاس بگیرید که اونها رو هم جا بندازید و مطمئن باشید که اگر شما سر جلسه خیلی با این سوالات گیاهی نرم برخورد بکنید میتونید راحت تحلیل کنید یا حالا اون مطالب حفظیش رو به یاد بیارید و سوال رو پاسخ بدید.